با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز، امروز 10 ایون است. من مومین احمدی با شما هستم. به سرخط خبرهای برنامه توجه کنید. مقامات تاجیکستان میگویند در 3 ماه امسال 46,000 جای کار آفریدند تا مردم به مهاجرت کاری نروند، اما نه همه به این گفته باور دارند. ای جای کتی نمیشه کار کنیم، زنگ گرفتن ای خفای زندگی دیگه. پرونده دزدی تقریباً 1 میلیارد سامانی از حساب فرودگاه دوشنبه به مرحله نهایی نزدیک شده است. 5 نفر را تا حال صدها هزار سامانی جریمه کردند. سقوط چرخبال امریکا در نزدیکی تنگه هرمز دیگر باره امریکا و ایران را به جنگ کشید. حمله ها به یکدیگر قطع شدند. نگرانی ها باقی ماندند. حکومت تاجیکستان میگوید که در 3 ماه امسال بیشتر از 40,000 جای کاری نو آفریدند تا که مردم به مهاجرت کاری نروند و عذاب نکشند. اگرچه علامت‌هایی از کاهش مهاجرت کاری بر روسیه به نظر میرسد، اما حالا هم جوانانی که یا مکتب یا دانشگاه را ختم کردند زود جامدان خود را میبندند و به جستجوی کار بر روسیه میروند. گزارش امیر ایسایف و ارشاد سلیمانی در همین باره است. تمامی همون یارمارکه هایی که برگزار میگردد همون جایهای کاری خالی را با مزد معاش بهترین، همین مزد معاش در خارج کشور ممکن که همینا نیابند. این سخنانی وزیر کار و مهاجرت صالحه خال محمدزاده درباره جایهای خالی کار و معاش در تاجیکستان است. توصیفی که نه همه به آن راضی‌اند. از جمله صدرالدین شریپوف ساکن ناحیه دوستی اندیشه دیگر دارد. این جوان 20 ساله را در یک روز بارانی در دوشنبه و در حال پیدا کردیم که تلاش رفتن به روسیه را داشت، چون در کشور کار و معاش مناسب نیافت. ای خفای هم شیدن در کره دیگه ای جای کتی نمیشه بود کده اومدیم نه بریم کار کنیم، زنگ گرفتن. مثل صدرالدین هزارها تن در تاجیکستان از بیکاری رنج میکشند، ولی مقامات دولتی روایت دیگر دارند. آژانس آمار میگوید در 3 ماه سال 2026 بیش از 48,000 جای کار ایجاد شده است. این آمار اگر واقعیت داشته باشد تقریبا هر روز در تاجیکستان 500 جای کار فراهم می شود. وزیر کار و مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان ماه فوریه در نشست خبری حتی گفت که دیگر ضرورتی به خارج رفتن نیست. در نیروگاه برقی آبی روغون یعنی سال روان ما زیاده از 3600 نفر رو مراجعت کردن با جای کاری تامین نمودیم و دیگر شرکت هایی هست که مزد بسیار بلند دارد. در این مسئله ما کارهای فهماندهی رو با شهروندان زیاد کردن اما لازم است که در همین جا ما میتوانیم مردم رو، شهروندانمون رو با جای کاری دائمی تامین نماییم با مزد معاش بهترین. آژانس آماری تاجیکستان هم میگوید نزدیک به 70% جایهای کار دائمی اند و حدود 26,000 جای کار را بخش خصوصی فراهم کردند که بیشتری آن در بخش بناکاری، کشاورزی و صنعت بودند. هرچند این نهاد افزایش جای نوی کار را یکی از عامل‌های مهمی بهتر گردیدن سطح شغل اهالی و رشد اقتصاد ملی دانسته است، تحلیلگر فاضل جان فتح‌اللهیف نظر دیگر دارد. خود همین روند صاحبکاری و فضای صاحبکاری منبع اساسی کلیدی تامین کنی شغل اهالی است. متاسفانه از سبب آن که سیاست فیسکالی دولت یعنی که جریمه بندی و اندازبندی مقامات دولتی نیوهایش شدیدند، فضای صاحبکاری از البته ضعیف میشه. صاحبکار هوسمند نیست که شرکت خود را رشد تکان دهد و جایهای نوی کاری تأسیس دهد. این تحلیلگر نامساعد بودن فضای صاحبکاری و ناچیز بودن مزد کار را در کارخانه های دولتی عامل اساسی رو به مهاجرت آوردن اهالی می‌داند، زیرا از نگاه او به دلیل بلند بودن نرخ و نوا معاش تنها به خراجات کمونالی میرسد و بس. با وجود شدت بلند بیکاری و مهاجرت، وزارت کار میگوید تنها در سال 2025 280,000 جای کاری نو ایجاد شده است که 74,000 آن دائمی اند.
اما بیش از نصف این کارها زیاد از 150,000 موسمی بوده. سطح بیکاری در کشور رسما همگی 2% برآورد شده است و بنا به معلومات وزارت مهنت در کشور همگی 58,000 تن بیکار نامنویس شدند. آماری که با واقعیت بازار کار تاجیکستان همخوانی ندارد. رادیو آزادی جزئیات حکم 5 منصبدار پیشین فرودگاه دوشنبه را به دست آورد که در دایره پرونده پرسر و صدای فساد بازداشت شده بودند. این 5 نفر که یکجا با اسمت الله عبدالله زاده و تصرف 1 میلیارد و 245 میلیون سامانی گمانزد می شدند با پرداخت جریمه آزاد شدند. همکارم طاهر سفر حکم دادگاه را آموخته قبل از برنامه در صحبت جزئیات آن را برای ما و شما شرح داد. حکم دادگاه شهر دوشنبه نسبت به اصلیدین ملکزاده، مهردین دولتوف، پرویز اسمت‌الله‌اف، تقی مراد جوریف و مقیم خالف 30 ینوری همین سال صادر شده است، ولی دادگاه 9 میلیون بعضی از جزئیات آن را به رادیو آزادی فرستاد. دادگاه دوشنبه تمام این افراد را در از خود کردن پول دیگران یا اسرافکاری زیاد و ساختکاری در سندها هنگام کار گناهکار دانسته و به هر یک از این منصبداران امر داده است از 138 تا 187 هزار سامانی جریمه سپارند. طبق قرار دادگاه بجز از اصلیدین ملکزاده 4 نفر دیگر دوام 3 سال آینده حق گرفتن یگان منصب را ندارند. در دادگاه شهر دوشنبه گفتند محکوم شده ها ضرری به دولت رسانیده شده را و تمام برقرار کردند و از حکم هم به زینه بالای شکایت نبردند. از همکارم پرسیدم که پرونده اسمت الله عبدالله زاده و سرنوشت او چی شد؟ طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی بررسی پرونده اسمت الله عبدالله زاده رئیس پیشین فرودگاه دوشنبه در دادگاه عالی تاجیکستان به مرحله نهایی نزدیک شده است. رادیو آزادی 18 می به دادگاه عالی درخواست رسمی فرستاد تا به شرکت خبرنگاری رادیو در مرافعه اسمت الله عبدالله زاده اجازت بدهند. دادگاه عالی تنها 9 میلیون در پاسخ به نامه رادیو آزادی نوشت که مرافعه عبدالله زاده 29 اپریل آغاز شد تا 20 می ادامه کرد. دادگاه عالی میگوید بعد از شنیدن مذاکره‌های سودی یا دادگاهی قرار قبول می شود. یادآور می شویم که 5 منصبدار پیشین فرودگاه دوشنبه همراه با رهبر فرودگاه اسمت الله عبدالله زاده ماه سال 2025 بازداشت، ولی بعد از 4 ماه با شرط بیرون نرفتن از جای زیست از بازداشت رها شدند. پرونده اسمت الله عبدالله زاده و چندی از زیردستان سابقش را برخی یک نمونه گسترده فساد در تاجیکستان می‌دانند. اسمت الله عبدالله زاده که یکی از نزدیکان حسن اسدالله زاده برادر عروس پرزیدنت تاجیکستان نام برده می شود، 9 سال رئیس فرودگاه بین المللی دوشنبه بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. حمله‌های نوی ایران و آمریکا به همدیگر نگرانی‌ها از خللدار شدن مذاکرات درباره پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را بیشتر کرده است. بعد سقوط یک چرخبال آمریکایی در خلیج فارس، آمریکا به چند محل در ایران ضربه زد و نیروهای ایران هم پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی را هدف گرفتند. جزئیات در گزارش خبرگزاری رویترز که همکارم میرزانبی خالقزاد تقدیم می‌کند. روز سه‌شنبه و چند ساعت بعد از آنکه رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت ایران یک چرخبال آپاچی آمریکایی را در تنگه هرمز سرنگون کرده است، نیروهای ایالات متحده به ایران حمله کردند. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی گفت در این عملیات سیستم‌های دفاعی هوایی، رادارها و مرکزهای فرماندهی ایران را در نزدیکی هرمز هدف گرفتند. به گفته فرماندهان این اقدام پاسخ متناسب به حمله‌ها علیه نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجارتی بود. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که نیروهای آمریکا به جزیره قشم و شهر بندری سریک در تنگه هرمز حمله کردند. تهران گفته است که چرخبال آمریکایی را آنها نزدند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کشورش هیچ گونه حمله یا تهدید را بی پاسخ نمی‌گذارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت که به یک پایگاه آمریکایی در اردن و 21 هدف دیگر در اطراف خلیج فارس حمله کرده است. پایگاه‌ها در کویت و بحرین نیز در بین این هدف‌ها بودند.
یک مقام امریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت تقریبا همه موشک‌ها و پهپادهای ایران را محو کردند و هیچ گزارش درباره آسیب دیدن نظامیان امریکایی نرسیده است. فرماندهی مرکزی امریکا گفت که وضع صحتی دو خلبان چربال اپاچه معتدل است. پس از شدت گرفتن این درگیری‌ها صبح روز چهارشنبه نرخ نفت در بازارهای آسیا حدود 1% بالا رفت. دونالد ترامپ بارها گفته است که واشنگتن و تهران به سازش نزدیکند، اما از زمان آغاز آتشبس شکننده در اول ماه اپریل پیشرفت کمی به دست آمده است. و روز 11 ایون بار اول مسابقه جام جهانی فوتبال با شرکت دسته‌های منتخب 48 کشور در 3 مملکت امریکا، مکزیک و کانادا افتتاح خواهد یافت. در این قوازمایی بین المللی ورزشی باز هم برای اولین بار یک دسته از آسیای مرکزی منتخب ازبکستان اشتراک خواهد کرد. این دستاورد باعث محبوبیت فوتبال در ازبکستان شده هواداران منتظر معجزه هستند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. هفته روان دسته منتخب فوتبال ازبکستان تحت سروری برنده توپ طلایی فوتبالباز مشهور ایتالیا فابیو کاناوارو در چارچوب بازی‌های نهایی جام جهانی سال 2026 هنرنمایی خواهد کرد. ازبکستان در گروه کی روز 17 ایون با کلمبیا، 23 ایون با پرتغالیا و 27 ایون با جمهوری دموکراتیک کنگو روبرو می شود. اما در وطن هواداران فوتبال میگویند صرف نظر از نتیجه فوتبالبازان دسته منتخب برای آنها قهرمانند. جهان چمپیوناتدagi birinchi o'yinimiz har doim hayajonli bo'lishi. بازی اول نه فقط برای فوتبال بازان بلکه برای ما یعنی هواداران فوتبال هم بسیار هیجان آور است. اگر ما در قوه آزمایی با کلمبیا دست بالا شویم حتما در بازی های بعدی هم اطمینان بیشتر نشان خواهیم داد. از این رو به فکرم بازی با کلمبیا بسیار مهم است. این دانشجوی 22 ساله یکی از 30,000 هوادار فوتبال است که ماه گذشته برای گسیل با تنتنه دسته منتخب به جام جهانی در ورزشگاه تاشکند جمع شدند. جای یادآور است که منتخب نورسان فوتبال ازبکستان هم برنده جام آسیا بوده از دسته های قوی ترین این قاره به شمار می رود. خبرنگار فرانس پرس نوشته است که پیروزی فوتبالبازان ازبک همزمان با تطبیق برنامه ازبکستان نوی پرزیدنت شوکت میرزیویف به وقوع می پیوندد که هدف از آن اصلاحات و رشد این کشور است. از نام تمام ملت میخواهم به فوتبالبازان خوش سلیقه، پدران و مادران آنها، مربیان و همه اعضای دسته منتخب سپاس عمیق ابراز نمایم، زیرا چنان روزهای خوبی را به ما تقدیم کردید. طبق نقشه میرزیویف در ازبکستان سرمایه‌گذاری خارجی تشویق شده، داد و گرفت و رفع به این کشور آسانتر می شود تا کشور در صحنه جهانی مقام مناسب کسب کند. هرچند منقدان حکومت ازبکستان اصرار می‌ورزند که کشور خودکامه است و در آن آزادی بیان محدود و مخالفین تعقیب می‌شوند. کارشناسان رشد فوتبال ازبکستان را با استراتژی تربیت نسل نورس ارتباط می‌دهند. تخمیناً 37 میلیون اهالی ازبکستان جوانان از 20 ساله پایین میباشند. و نوشته خبرنگار فرانس پرس برای اکثر هواداران فوتبال ازبکستان حضور فوتبالبازان این جمهوری در مسابقه جام جهانی یک دستاورد بزرگ است. صرف نظر از نتیجه آنها قهرمان هستند. به قول آنها مربی کاناوارو نیز با ستاره‌های چون عبدالقادر حسینوف، عباسبک فیض‌اللهیف و الدار شامورادوف می تواند در مسابقه جام آسیای سال 2027 پیروزی به دست آورد. سپاس که ما را تماشا کردید. خبرهای بیشتر را در سامانه آزادیارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب پیگیری کنید. اگر شما هم خبری دارید و می‌خواهید دیگران بدانند با ما نویسید، می‌بینیم و تحقیق می‌کنیم. اگر درست بود نشر می‌شود. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار شما باد.